هدف فقط امنیت است، عدالت است. فقط نمیخواهیم دوباره ظالم بالای ملت مظلوم این کشور سرزنش میکنه، تجاوز میکنه. مال و دارایی آمایی به خاطر آزادی عبدالرحمن حرکت کرده. این است باید همه هر از پشتان و تاجیک هموطنان عزیز، بیشتر از 100 روز می شود که هوایان اختطاف شده است. بیشتر از 60 روز می شود که به خاطر رهایی عبدالرحمن در مقام ولایت بلخ مردم شریف ترکمن در آرامش تحصیل بکند، طفلتان در آرامش زندگی بکند، طفلتان در آینده آرامش زندگی بکند. شما از عدالت حمایت کنید. بخواهید ما دولت عبدالرحمن میخواهیم، مرد اختطافچیان، مرد بامیان اختطافچی. ای رئیس جمهور، ای نایب وزیر، این ملت مذاق نکن.